بسم الله الرحمن الرحیم. سه قاعده مهمه که اگر در زندگی خود عمل کنیم زندگی ما به موفقیت تبدیل می شود. قاعده اول: در رابطه با خدا هر کجا که هستی از خداوند شرم داشته باش، از خداوند حیا داشته باش و از خداوند پروا داشته باش. بدون شک خداوند کریم و سبحان در همه حالات از بندگان خود آگاه و بینا است. قاعده دوم: در رابطه با خودت اگر بدی انجام دادی در مقابل بدی نیکی انجام بدی. و راست گفت خداوند حکیم در قرآن حکیم بر پیامبر حکیم و در این امر حکیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الحسنات یذهبن السیئات. یقینا نیکی ها بدی ها را از بین میبرد. پس ای عزیز، اگر با چشمانت به نامحرم نگاه کردی با همین چشم ها به قرآن بنگر، بدون شک گناهت را از بین میبرد. اگر با دستت گناه انجام دادی با همین دست صدقه بدی، بدون شک بدی تو را از بین میبرد. قاعده سوم: در رابطه با مردم اخلاق نیک کو. و راست گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم: بهترین شما کسی است که با مردم بهترین اخلاق را داشته باشد. و در جای دیگر نیز میفرماید: خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی. بهترین شما کسی است که با خانواده و اهل خود بهترین باشه. چی بسا اشخاصی هستند که در بیرون با مردم اخلاق نیک میکنن لیکن در فامیل اخلاق بد دارن. درود برای کسی که اهل دین و قرآن است. السلام علیکم و رحمت الله.